دوستان درود بر شما. امیدوارم در هر کجا که هستید در سلامتی کامل باشید و حال دلتون عالی باشه که بهتر از یک حال دل خوب واقعا چیزی پیدا نمی کنیم. دوستان امروز قرار هست بپردازیم به سومین نوع از کمالگرایی که کمالگرایی اجتماعی تجویز شده است. ما 2 جلسه قبل رو پرداختیم به کمالگرایی خودمحور و دیگر محور که 2 جلسه بود. اگر که اون جلسات رو ندیدید از پلیلیست کمالگرایی میتونید اون 2 جلسه رو هم ببینید. امروز قرار هست به نوع سوم بپردازیم، کمالگرایی اجتماعی تجویز شده. دوستان این رو هم بگم، من همین الان داشتم این ویدیو رو ضبط میکردم. قبل از این ویدئویی که الان شما دارید میبینید نزدیک به 30 خورده دقیقه داشتم حرف میزدم در باب همین موضوع. یه دفعه نگاه به میکروفونم کردم دیدم میکروفونم خاموش. دوباره الان دارم این ویدیو رو ضبط میکنم. به هر حال دوستان، ما یک مقاله آماده کرده بودیم در همین باب که از طریق همین مقاله ما داریم شناختمون رو شناخت پیدا میکنیم نسبت به کمالگرایی، که قرار هست یک شناخت پیدا کنیم، علائم احساسی و رفتاری و پیامدها رو بشناسیم. بعد از این که یک شناخت نسبت به انواع کمالگرایی پیدا کردیم، بریم و ریشه هاش رو پیدا کنیم و بعد از ریشه یابی ببینیم که چطور میتونیم در مواجهه با کمالگرایی پیروز میدان بیایم بیرون، سربلند بیایم بیرون و ازش گذر کنیم و یک تبدیل بشیم به آن چیزی که دلمون میخواد. دوستان، تعریفی که از کمالگرایی اجتماعی تجویز شده روانشناسان ارائه دادن این گونه است: فرد باور دارد که دیگران انتظارات استانداردهای بسیار بالایی از او دارند که شخص فکر میکنه که باید از پس این استانداردها بر بیاد، در صورتی که چنین استانداردهایی از جانب دیگران اصلا شکل نگرفته و فقط این داره در ذهن ما اتفاق میفته و با واقعیت هیچ تطابقی نداره. پس دوستان، یک شخصی که مواجه است با کمالگرایی اجتماعی تجویز شده تصور بر این داره در ذهنش که دیگران یک سری استاندارد بالا ازش دارن و باید از پس این استانداردها بر بیاد، عملکرد و رفتار و گفتار و هر آنچه که ارائه میده در این جهان با توجه به این استانداردها باشه و اینکه این استانداردها و این تصویر ذهنی هیچ گونه مطابقتی با واقعیت نداره، اما ذهن فکر میکنه که اینا حقیقتن. پس دوستان، این تعریفی بود که تا اینجا وجود داره. دوستان، یک تفاوت چشمگیری بین کمالگرایی خودمحور، کمالگرایی دیگر محور و کمالگرایی اجتماعی تجویز شده وجود داره. تفاوتش چیه؟ اون دوتا، کمالگرایی خودمحور و دیگر محور، منشأ از درون من بود، از درون فرد بود. یعنی من یک سری استانداردها برای خودم تعیین کردم، تو که میشد خودمحور. تو دیگر محور یک سری استاندارد برای دیگر انسانها تعیین کردم که دوباره منشأش از درون منه. اما در این نوع کمالگرایی که اجتماعی تجویز شده است، منشأ این استانداردها بیرونیه، یعنی در از ذهنیه، یعنی در ذهن من داره اتفاق میفته ولی منشأ بیرونیه. یعنی تو ذهن من یک تصوری وجود داره که دیگران این استانداردها رو برای من تعیین کردن، در صورتی که واقعیت نداره. پس این تفاوتی هست که بین اون دوتای اول، خودمحور و دیگر محور، و این نوع کمالگرایی اجتماعی تجویز شده وجود داره. منشأ در بیرونه. و حالا ببینیم همین که منشأ در بیرونه، دوباره میگم این در ذهن ما، این که احساس میکنیم منشأ اون استانداردها بیرونیه، ببینید که چه عواقبی رو برای ما به دنبال داره. دوستان، یکی از عواقبش اینه که ما احساس میکنیم که هیچ کنترلی بر معیارها نداریم، یعنی چون استانداردها بیرونیه دیگه، در دست ما نیست. حالا اونجا زمانی که خودمحور و دیگر محور، وقتی که منشأ رو من درون خودم میدیدم و داشتم از درونم اونا رو ساخته و پرداخته میکردم،
اینجام دارم همون کارو میکنم ولی خب منشأ رو یعنی فرافکنیش کردم از دنیای بیرون به من. اونجا خودم بودم به بیرون، که حالا خودم بودم به درون خودم خودمحور، خودم به برون فکنی بر روی دیگران دیگر محور. و اینجا در این نمونه تصور میکنم که دیگران در مورد من یک چنین استانداردی دارن، ولی باز هم داره از درون من شکل میگیره. دوستان اینجاست که من هیچ کنترلی بر معیارها ندارم، به خاطر اینکه فکر میکنم دیگران چی؟ فکر میکنم که دیگران، یعنی چون این معیارها و استانداردها در دست من نیست، پس از کنترل من هم خارج میبینمش. یک چیز دیگه این که کافی نبودن دیگر اشتباه من نیست، یعنی فکر میکنم که حالا همینی که هستم و این گونه هستم و اینا دیگه اشتباه من نیست و این خطایی است که داره از جانب دیگران شکل میگیره و من هرگز نمیتونم خواسته های اونا رو برآورده کنم و این اشتباه اوناست و از این داستان ها، در صورت که اصلا از جانب دیگران اون استانداردها وجود نداره که اشتباه اونا باشه، تماما اشتباه از منه و اشکالی هم نداره، چون ما قراره بفهمیم که چرا این داره اتفاق میفته، چرا این گونه فکر میکنیم و قرار هست که بتونیم با شناخت پیدا کنیم و ازش بگذریم. خب دوستان این نوع از کمالگرایی که کمالگرایی اجتماعی تجویز شده هست، همبستگی بسیار بسیار شدیدی با افسردگی داره، همبستگی بسیار بسیار شدیدی با اضطراب اجتماعی داره و وقتی که بسیار شدید میشه متاسفانه گرایش به خودکشی و افکار خودکشی رو بسیار بسیار پررنگ میکنه و پرورش میده. ببینید دوستان یک کمالگرایی ببینید چه عواقبی رو میتونه به دنبال داشته باشه: اضطراب مزمن اجتماعی، افسردگی بالینی یعنی افسردگی شدید، افسردگی نیاز به درمان و اضطراب مزمن و افکاری که گرایش به خودکشی رو بسیار پرورش میده و میل به خودکشی و این خیلی بده. دوستان اینجا به علائم احساسی و شناختی و یک سری پیامدها هم میپردازیم، هرچند که تو این تعریف کلی علائم شناختی تا یک حدودی مشخص هست، اما اینجا به یک قسمت‌های دیگری هم اشاره میکنم. باور به انتظارات کمالگرایانه از جانب دیگران که خب گفتیم بهش، فکر میکنیم که دیگران یک سری انتظارات بسیار بسیار بالایی از ما دارن. تفسیر بازخوردها به عنوان تایید نقد. دوستان اگر یک بازخوردی نسبت به یک رفتاری داشتیم، نسبت به یک عملکردی داشتیم، نسبت به انجام یک کاری داشتیم، اینو سریعاً تایید نقص میگیریم که من نقص دارم و یک ایرادی دارم و یک خطایی دارم و متوجهید و این خیلی بده. یعنی سریعاً اون بازخورد رو اینگونه برای خودمون ترجمه میکنیم که این یک نقص منه، ایراد منه، خطایی، در صورتی که یک عمل حالا یک بازخورد دریافت کرده که میتونه بازخورد بسیار بسیار مثبت و مفیدی هم باشه، ولی بلافاصله ما این رو یک عنوان قلمداد میکنیم بر تایید یک نقص. خب دوستان یکی از علائم دیگه ذهن خوانی هست، یعنی فکر میکنیم که ذهن دیگران رو میخونیم و میدونیم که الان دارن در مورد ما منفی فکر میکنن. شما فکر کن چقدر ما رو بیچاره میکنه که دائما فکر کنیم ذهن دیگران داریم میخونیم و دیگران دارن در مورد ما منفی فکر میکنن. خب این خیلی بده دیگه. حالا ببین چه اضطرابی برای ما ایجاد میکنه که ما دائما درگیر این باشیم. از درگیر استفاده هرچی تلاش میکنم از درگیر استفاده نکنم، دائما مواجه باشیم با این که دارم فکر میکنم که ذهن دیگران رو میخونم و دیگران در مورد من منفی فکر میکنن. فرض قضاوت منفی دیگران، یعنی فرض میکنم که دیگران قضاوت منفی در مورد من دارن، فرض میکنم که قضاوت منفی دارن و این خیلی تلخه. دوستان یکی از علائم دیگه حساسیت بسیار بسیار شدید به انتقاد. حالا یک جایی دوستان یک انتقادی از ما میشه که انتقاد بیجایی است،
انتقاد نادرستی است، انتقاد اصلا بی اساس و پایه‌ای است. حالا اگر اونجا کلا نباید عصبانی شده تا جایی ممکن، ولی میگم انسانی. حالا اگه در مورد یک انتقاد بیجایی یه جایی عصبانی هم شدیم، خب حداقل توجیهش میتونیم بکنیم که به این دلیل بود. حالا میگم تا جایی ممکن بهتر این که حتی در قبال یک انتقاد بیجا و نادرست سکوت اختیار کرد و رفت. ولی خب حالا ما نه بوداییم، نه دالای لاما، نه نمیدونم اون فرزانگان بزرگ. ممکنه که یه دفعه واکنش هایی نشون بدیم. حالا اگه عصبانی شدیم در قبال یک نقد بیجا، اوکی، مشکلی نیست. ولی اگه این نقدی میتونه سازنده باشه، یه نقد درستیه، یه نقد اصولیه، جایی برای این حساسیت شدید و واکنش های شدید وجود نداره. بهتر این هست که البته این جزء الان اینجا ما در پروسه این که چطور حل کنیم نیستیم، در پروسه شناختیم. حساسیت شدید داریم به هر نوع انتقادی و انسانی که حساسیت شدید داره به انتقاد خیلی تلاش میکنه که مورد انتقاد قرار نگیره و این تلاش کردن برای این که مورد انتقاد نگیره آدم رو فرسوده میکنه، چون دائما میخوای به یه گونه رفتار کنی که کلا مورد انتقاد نباشی و این خب اصلا نشده واقعا. و هر گونه که رفتار کنی به هر حال یکی پیدا میشه به هر دلیلی ما رو یک نقدی، حالا یا نقد درست یا نادرست، باش روبرویم. ما نمیتونیم از این نقد فرار کنیم. همین الان من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، یقینا انسان‌های من رو نقد میکنن، یه انسان‌هایی هم تایید میکنن. همونجور که یک تاییدی میاد نقدم میاد، چیکار میشه کرد؟ اگه نقد سازنده است باید ازش استفاده کرد. اگر نقد بیجاست بهتر اینه که ازش اصلا یه کوه نساخت و به خود نگرفت و گذر کرد و رفت، یه جورایی چشم رو بست بر روش اگر بیجاست. پس این حساسیت شدید به انتقاد هم در افرادی که مواجهن با کمالگرایی اجتماعی تجویز شده بالاست. تشدید خود انتقادی پس از بازخورد بیرونی. تشدید خود انتقادی، دوستان، وقتی یک بازخوردی از بیرون دریافت میکنیم، مثلا یکی میگه چرا مثلا این اینجوری انجام شده، حالا اگه این شکلی بود مثلا نمیدونم بهتر بود، حالا هر نوع بازخوردی، بلافاصله چی میشه؟ اینا تشدید خود انتقادیشون، یعنی میریم درگیر میشیم با خودمون. میگم که در کلن کمالگرایی این یقه خود رو در دست گرفتن پررنگ ترین کاری هست که ما انجام میدیم. یعنی دائما این خود بیچاره رو گرفتیم در یک وضعیت تنگنایی قرار دادیم که الا و بلا چرا تو بر اساس یک سری استاندارد رفتار نمی کنی، الا و بلا باید به گونه‌ای باشی که الان نیستی. و این خب میدونیم که نمیشه و شدنی نیست و این استانداردها اصلا کجاست که قرار من بهش برسم. خود انتقادی دوستان بسیار بسیار آسیب میزنه به ما. خود انتقادی باعث میشه که ارزش خودمون رو زیر سوال ببریم. خود انتقادی باعث میشه که عزت نفس و اعتماد به نفسمون رو از دست بدیم. خود انتقادی باعث میشه که احساس حقارت کنیم. خود انتقادی باعث میشه که خودمون رو خیلی کوچکتر و بی ارزشتر از اون چیزی که هستیم بپنداریم و اینها چیزهای کوچیکی نیستن، بسیار بسیار به زندگی ما و به کیفیت زندگی ما آسیب میزنن. پس حواسمون باشه. دوستان یک سری علائم احساسی هم داره که اضطراب اجتماعی مزمن، اونجا بهش اشاره کردیم. اضطراب اجتماعی مزمن چه چیزی رو تشدید میکنه؟ گرایش به انزوا، نه انزوای خودخواسته. به قول آرتور شوپنهاور بزرگوار، این عموی بزرگوار دوست داشتنی فیلسوف، که انزوایی رو به عنوان انزوای خودخواسته میگه که میشه انزوای پرخیر و برکت، به قول اون، که واقعا هم همینطوره. بعضی موقع انزوا رو اختیار میکنیم به دلیلی که بتونیم نمیدونم بپردازیم به یک چیز خاص، یک کاری رو خلق کنیم، یک خدمتی رو ایجاد کنیم، رو خودمون کار کنیم. این میشه پرخیر و برکت، انزوای پرخیر و برکت. این کلمه انزوا که میاد بلافاصله همه فکر میکنن، همه نه، ببخشید اصلاحش میکنم، بسیاری فکر میکنن که مثلا کمالگرایی، انزوا
تا اسم انزوا میاد یعنی نه، کسی که انزوا و منزویه دیگه این رفته به سمت نمیدونم چیز بد و منفی و ناامیدی و نه. بسیاری از انزواها کاملا خودخواسته است، بسیاری از شکوفایی‌ها، بسیاری از پیشرفت‌ها، بسیاری از خدمت‌هایی که به بشر شده، بسیاری از آثار هنری بسیار بزرگ، بسیاری از چیزهای علمی بسیار بزرگ در همین انزواهای خودخواسته شکل گرفته. یک تمایز بسیار بسیار عظیمی بین انزوای خودخواسته و انزوای ناخواسته وجود داره. در این مورد انزوای ناخواسته اتفاق میفته در مورد اضطراب اجتماعی مزمن، چون شخص دائما خودش رو در یک وضعیت اضطراب و یک تنش بسیار بالا میبینه و برای رهایی پیدا کردن از این اضطراب اجتماعی فرار میکنه به تنهاییش، فرار میکنه دوستان، انتخاب نمیکنه، فرار میکنه به انزوا و در انزوای دراز مدت گرایش و افسردگی بسیار شدید بسیار بالاست و وقتی که انزوا و افسردگی شدید بالا میره ریسک افکار مربوط به خودکشی هم بسیار بسیار میره بالا. پس حواسمون باشه که اینا همشون به هم مربوطن و ربط دارن، یعنی اون یکی ریشه اون یکی دیگه است. اون چیز بدی که الان در خودمون شناسایی میکنیم این ریشه‌شو پیدا میکنیم، اونم یه ریشه دیگه داره، یه دفعه میبینیم به 4 تا ریشه میرسیم. یعنی امروز کمالگرایی رو حالا به بخش ریشه ها که بپردازیم متوجه میشیم که از کجا شکل میگیره، برای چی شکل میگیره، از کجا اومد این کمالگرایی، به خاطر چی بود، که حالا حتما میپردازیم بهش. دوستان یکی از علائم احساسی دیگه ترس از طرد شدن هست. ترس از طرد شدن، چون وقتی که تصور داریم یک سری استاندارد بالا از بیرون وجود داره، دائما داریم تلاش میکنیم که طبق اون استانداردهایی که در ذهنمون تصور میکنیم که دیگران برای ما تعیین کردن عمل کنیم و هی دائما میخوایم که به یه گونه‌ای رفتار کنیم که اونا قضاوت منفی ما رو نسبت به ما، اون ذهنخوانی هم داریم دیگه، ذهنخوانی که قضاوت منفی در مورد ما دارن، پس ما به یه گونه‌ای رفتار کنیم که قضاوت منفی نداشته باشن، پس ما به یه گونه‌ای رفتار کنیم که طبق استانداردها باشه. پس اینجا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته دائما تلاش میکنیم که طرد نشیم و این دائما تلاش کردن برای طرد نشدن هم ما رو بیچاره میکنه، واقعا بیچاره‌مون میکنه. هی تلاش میکنیم که یعنی طرد نشیم. حالا تلاش برای طرد نشدن یکی از اقداماتی که انجام میدیم بسیار بسیار سخت میتونیم نه بگیم. ببینید این نه نگفتن چقدر به زندگی ما آسیب میزنه. می‌بینی ممکنه که الان تو زندگیت مواجه باشی با این که ببینی من به آدما نه نمیتونم بگم و ندونی هم ریشش کجاست. این ریشش اینی که نمیخوای طرد بشی. حالا ریشه این که نمیخوای طرد بشی چیه؟ این می‌بینی درگیر دوباره گفتم مواجهی با کمالگرایی ولی نمیدونستی و فکر کردی که نه من دلم نمیخواد به دیگران نه، در صورتی که از درون بسیاری از مواقع ما همیشه واقعا دلمون نمیخواد به همه آدما بله بگیم. بسیاری از مواقع نیاز هست که نبگیم و اون نگفتن هم هیچ آسیبی به دیگران نمیزنه. حالا یه جایی نگفتن ممکنه که یه آسیبی بزنه، ممکنه که یه نگفتنی مثلا یه کاری از دستمون برمی اومده ولی انجام ندادیم، اونجا جنسش فرق میکنه، جنس اون نگفتن. ولی یه جایی هست من الان دارم یه کاری رو انجام میدم، اصلا یک برنامه‌ای دارم، نمیدونم در یک وضعیتی هستم که اون نگفتنه به نفع منه تا به ضرر من، ولی نه نمیگم، به خودم هم ضرر میزنم و ریشه این نگفتنه رو هم نمیشناسم. من ترس دارم از طرد شدن و دوباره در ترس از این طرد شدن یکی از رفتارهای دیگه‌ای که از ما سر میزنه چیه؟ دائما دیگران رو از خود راضی نگه داشتن. زدم این دوربینم رو هم با پام کج کردم فکر کنم الان. خب اوکی. متوجه دوستان؟ پس مواجهیم با این وضعیت، دائما تلاش کنم که محبوب باشم، دائما تلاش کنم که نه نگم، چرا که میترسم اگر طرد بشم. دوستان یکی از علائم احساسی دیگه احساس ناتوانی و بی اختیاری. خب زمانی که من استانداردها رو بیرونی میبینم، خب احساس این که من ناتوانم و کنترلی ندارم زیاده دیگه.
خیلی زیاده. مثل این میمونه که بر فرض مثال یک سری قوانین رو شرکت، اون چه میدونم جایی که من دارم، اون ارگان، اون سازمانی که من دارم توش کار میکنم یک سری قوانین داره. خب من خودم رو در قبال این قوانین بیرونی، یعنی خب کنترلی روش نمیبینم، ناتوان میبینم دیگه. مثلا میگم اگر که یک سازمانی ساعت کاریش ساعت 6 صبح شروع میشه، من در قبال 6 صبح ساعت کاری اون سازمان احساس ناتوانی میکنم، به خاطر که بیرونیه، یعنی در دست من نیست. اینجا دقیقا همین اتفاقی میفته، یعنی چون اون استانداردها رو بیرون داره تصور میکنم که بیرون برای من تعیین کرده، خب پس احساس ناتوانی میکنم، پس احساس بی اختیاری میکنم. همونجوری که در قبال اون سازمان، خب من اختیاری ندارم، من که نمیتونم ساعت این سازمان رو تغییر بدم، پس من خودم رو به یک گونه‌ای تغییر بدم که با اون ساعت همخوان باشه. حالا اینجا در مورد یک کار، مثلا مواجهه با یک سازمان و یک محل کاره، ولی وقتی که من دائما تصورم بر اینه که همه انسان‌ها یک سری استاندارد اینجوری برای من تعیین کردن، خب زندگی من واقعا به یک عرصه تنش بسیار 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 بالای درونی تبدیل میشه، یعنی دائما در تنشم با خودم. و دوستان، افسردگی با محوریت که هرگز کافی نخواهم بود. و دوباره وقتی که این استانداردها از بیرونه و چون نمیتونم از پس همه این استانداردها بر بیام، نمیتونم در همه مواقع در هر شرایطی اون استانداردها رو پاس کنم. دوستان، انسان رو نمیشه از احساسات و عواطفش جدا کرد، انسان رو نمیشه از فیزیکش جدا کرد. شما امروز ممکنه که با خوردن یک نوشیدنی یک حالی داشته باشی، با خوردن یک نوشیدنی دیگه یک خلق و خوی دیگه داشته باشی. امروز اون نمیدونم تمام هورمون هایی که درون بدن ما ترشح میشه تفاوت در خلق و خوی ما ایجاد میکنه. ممکنه یک روز اصلا مضطربتر از روزهای دیگه باشی، کلن عصبانی تر باشی، شب درست خوابیده باشی روز به یک گونه رفتار میکنی و اگه شب درست نخوابیده باشی تو روز به یک گونه دیگه رفتار میکنی، آستانه صبرت به شدت کاهش پیدا میکنه. خب مثلا میگم حالا یک سری استاندارد بیرونی دارید، شب قبل هم درست نخوابیدی، بعد مواجهی با یک چالش، بعد یه دفعه آستانه بی صبری هم که کمترین لول ممکنه، سطح ممکنه، دفعه یه رفتاری ازت سر میزنه، بعد فکر میکنی که اون استاندارد رو پاس نکردی، بعد میای خود انتقادی، بعد درگیر با خودت، بعد استرا، بعد تنش. ببین چه چرخه ای برای ما ایجاد میکنه. دوستان، ما یعنی ربات نیستیم که یک برنامه کامپیوتری رو به خودمون بدیم و طبق اون رفتار کنیم. انسان یک موجود ثابت نیست. ما هر لحظه یک واکنش، یک رفتار، یک نوع احساس، یک جا درگیر احساسات عواطف اون اصلا حالمون خوب نیست. همیشه که قرار نیست ما حالمون خوب باشه که. یک روز حالمون خوب نیست، یکی حوصله نداریم، یکی روز شادیم، یک روز انرژیمون پایینه، به هر دلیلی. پس نخواهیم که انگار یک ابر انسان رفتار کنیم. ما ابر انسان نیستیم. اجتناب یکی از علائم رفتاری این مورد هم اجتناب از موقعیت‌های عملکردی، یعنی جایی که باید علائم احساسی رو تموم کردیم. البته دوستان اینجا اگه به علائم احساسی اشاره کردم منظور این نیست که این تمام علائم احساسی هست، اینا پررنگ ترین ها بود که تو این مقاله بهش اشاره میشه. دوستان، علائم رفتاری اجتناب از موقعیت های عمل کردی، یعنی یه جایی که میدونم با یک عملی رو انجام بدم، اصلا ممکنه توانمندم باشم اون کنم، ولی اجتناب میکنم چون فکر میکنم که ممکنه نتونم از پس اون استانداردها بر بیام، فرار میکنم ازش. و این اجتناب کردن از عمل کردن دیگه میدونیم که چقدر میتونه آسیب رسان باشه، در جایی که توانایی داریم که خودمون نشون داریم، در جایی که میتونه اون عمل برای ما یک
خیری رو به دنبال داشته باشه، اصلا میتونه کمک کنه به ما در زندگیمون، ازش اجتناب میکنیم به خاطر که میترسیم دائما درگیر اون نگاه دیگران، دائما درگیر اون استاندارد بیرونی هستیم. دوستان یکی از علائم رفتاری دیگه درخواست مکرر تاییده. دائما میخوایم دیگران در قبال اون چیزی که انجام دادیم و میگیم و هر چیزی که هست تایید دریافت کنیم، که متاسفانه ما همیشه در همه مواقع تایید دریافت نمی کنیم. و وقتی که دائما دنبال تاییدیم، دائما من دنبال تاییدم، اصلا نمیخوام هیچ انتقادی ازم بشه، انگار یک میدانی که من حالا اونجا در یک میدان نمیدونم، در یک پیست دو، در یک میدان نمیدونم ورزشی، طرف داره تلاش میکنه برای رسیدن به یک مدال، مثلا به رتبه 1، اینجا من در این میدان دائما مدال من تاییده، اون مقامی که من قراره در این پروسه به دست بیارم تاییده. و هرگز هم حالا اون ورزشکار در اون میدون میتونه تلاش کنه و اون مدال رو بگیره، ولی متاسفانه در اینجا این مدال هرگز محقق نمیشه. یه جا محقق میشه، 10 جای دیگه نمیشه. 10 جای دیگه ما رو تایید نمیکنن. دوستان همه انسان ها در این جهان ما رو تایید نمیکنن، همه انسان ها ما رو دوست نخواهند داشت، ما محبوب همه انسان ها نخواهیم بود. یه نمونه بگم، این همه انسان بزرگ و فرزانه و نمیدونم انسان بزرگ در این عالم وجود داشته، آیا همشون محبوب همه انسان ها بودن؟ آیا همشون تایید میگرفتن؟ شما از عیسی مسیح دیگه مثلا مهربانتر داریم واقعا؟ حتی اگه بخوایم افسانه تصورش کنیم، آیا از عیسی مسیح حتی تو داستان ها و افسانه ها مهربانتر داریم؟ نداریم. کشیدنش به صلیب، آیا همه تاییدش کردن؟ نه. آیا محبوب همگان بود؟ نه. آیا بودا محبوب همگان بود؟ آیا سقراط به سقراط، به یک چنین انسانی به این بزرگی جام زهر دادن، دوستان محبوب همگان نبود؟ افلاطون محبوب همگان بود؟ این همه انسان بزرگ داریم، زرتشت محبوب همگان بود، نمیدونم هر کی، این همه انسان بزرگ محبوب همگان نبودن، مورد تایید همگان نبودن. ما هم مورد تایید همگان و محبوب همگان نخواهیم بود. بهتر اینو متوجه باشیم و در این تلاش بیوقفه بی پایانی که هرگز پایان نمیپذیره توقف کنیم و بیایم به خودمون. دوستان درخواست مکرر تایید، ناتوانی در نگفتن، دقیقا همین چیزی که الان داشتیم بهش اشاره میکردیم، این همه اینا به هم مرتبط. نگفتن، نمیتونیم نبگیم چون میترسیم طرد بشیم، چون میترسیم محبوب نباشیم، چون میترسیم دوست داشتنی نباشیم، چون میترسیم از اون استانداردی که دیگران برامون تعیین کردن نتونیم با افتخار بیرون بیایم، نتونیم. یعنی ببینید این ناتوانی در نگفتن دوستان چقدر به ما آسیب میزنه. خب دوستان رفتارهای جبرانی برای پنهان کردن نقص. دوستان برای پنهان کردن نقص، دوستان یعنی چون فکر میکنیم که مثلا نقص داریم و نمیدونم مشکل داریم و اینا، مثلا یک سری رفتارها، یک سری اعمالی رو انجام میدیم که اون نقص رو پنهان کنیم. مثلا مثل بر فرض مثال، مثلا میگم تلاش میکنیم مثلا خودمون رو به یه گونه‌ای نشون بدیم که خیلی بیشتر از اون چیزی که هستیم. مثلا ممکنه که یک پدری مثلا تلاش بکنه مثلا تعریف و تمجید بکنه از مثلا فرزندش در باب درس خوندن فرزندش، در صورتی که مثلا میگم واقعیت نداشته باشه، برای اینکه به گونه‌ای خودش رو نمایش بده که انگار یک جبران بر اون نقص، یعنی خود رو فراتر. یا مثلا یک شغلی داری، یک سمت شغلی داری، یک کاری رو انجام میدی، حالا عادی هستی در اون زمینه، ولی به یک گونه‌ای نمایشش میدی که انگار خیلی بیش از اون چیزی که هستی هست. در اصل این داری اون احساس نقص درونی رو این گونه جبران میکنی، یعنی تلاش میکنی به خودت رو به یک گونه‌ای نشون بدی و نمایش بدی که لزوما واقعیت نداره. پس این هم میتونه یکی از رفتارهایی باشه که علائم رفتاری باشه در این نمونه.
یکی دوستان انزوای اجتماعی تدریجی. دوستان همون جایی که در مورد اون اضطراب اجتماعی صحبت کردیم بهش گفتن انزوای اجتماعی تدریجی. دوستان یواش یواش چون این اضطراب شدت پیدا میکنه، یواش یواش چون فکر میکنی نمیتونی اون استاندارد رو پاس کنی، یواش یواش احساس میکنی که من کافی نیستم، یواش یواش هی دائما خودت رو نقد و تنش کشیده میشی به انزوا به انزوا و به انزوا. و بعدم گفتم که دیگه بعد از اون انزوا چه اتفاقاتی ممکنه که بیاد و گریبانگیر ما باشه. دوستان در این مورد هم یک سری پیامدهایی وجود داره در این نوع از کمالگرایی که اجتماعی تجویز شده است، که افسردگی اساسی بزرگترین نه بیشترین همبستگی رو داره با این نوع از کمالگرایی. یعنی افسردگی بالینی، افسردگی اساسی و شدید، در بین اون دوتایی، در بین این سه نوع کمالگرایی، خودمحور، دیگرمحور و اجتماعی تجویز شده، بیشترین همبستگی رو با چی داره؟ با عرض کنم که افسردگی. و این خیلی تلخه. دوستان اضطراب اجتماعی، پیامدهایی که برای ما به دنبال میاره که در موردش اشاره داشتیم، افکار خودکشی که بهش اشاره داشتیم. دوستان اختلال استرس پس از آسیب. این چیه اختلال استرس پس از آسیب؟ دیدید که یه نفر یه دفعه با یک صحنه تصادف روبرو میشه، با یه آتش سوزی یا در یک وضعیت جنگی بوده، بعدش دچار یک اختلالی میشه که این دائما در یک اضطراب و در یک وضعیت روحی قرار میگیره، انگار دیگه مثلا اون صحنه رو نمیتونه فراموش کنه. یعنی دچار یک نوع اختلال میشه که از صدمه‌ای هست که با اون موقعیت روبرو شده. متوجهید؟ دفعه ممکنه که اون صدمه مثلا بر فرض مثال اگه در یک وضعیت آتش سوزی بوده، در یک تصادف بوده، دفعه ممکنه که اون شخص دیگه اصلا سوار ماشین نشه، مثلا ممکنه که اون شخص آتیش رو ببینه، حتی یه آتیش ساده ببینه مثلا احساس وحشت درونش ایجاد بشه. ممکنه به محضی که یک نفر مثلا اگه در یک میدان جنگی بوده، یه دفعه اگه یه صدای هواپیما میشنوه، یه دفعه یک وضعیت بسیار بسیار ناگواری درونش اتفاق بیفته. این میشه اون اختلال استرس پس از آسیب، که البته این اختلال استرس، حالا من علم کافی در مورد اینکه کاملا این رو توضیح بدم به صورت علمی ندارم، فقط در سطحی که میدونم بهش اشاره میکنم، دیگه یک اختلالی ایجاد میکنه که دائما من نسبت به بسیاری از موضوعات دچار یک استرس مزمن طولانی میشم و نسبت به موضوعات مشابه، نسبت به چیزی که ازش آسیب دیدم، مثلا اگه تو یک دعوای شدید، اگه دائما در یک خانواده‌ای بودم که دائما درگیر جنگ و نزاع و تنش و اینا بوده، من در دراز مدت دچار حتی جایی که همه چیز در صلحه، ممکنه که من دائما درگیر یک استرس باشم در دراز مدت. به محضی که یه ذره یه چیزی تشدید بشه، این هی یعنی بیشتر و بیشتر بشه. خب این میشه اختلال، امیدوارم درست توضیحش داده باشم، اختلال استرس پس از آسیب. دوستان که این اختلال استرس پس از آسیبه. حالا این شکل واقعیش بود، یعنی کسانی که مثلا مواجه شدن با یه آسیب دچار این اختلال میشن. حالا اینجا چیزی که مطرحه اینه که افرادی که دچار عرض کنم کمالگرایی اجتماعی تجویز شده هستن، به این اختلال، احتمال این که به این اختلال روبرو بشن بسیار بالاست. لزوما این شخصی که مواجه هست با کمالگرایی تجویز شده ممکنه که با شرایط آسیب رسان این گونه روبرو نبوده، ولی با این نوع از اختلال روبرو میشه. یعنی این نوع از اختلال براش به وجود میاد. متوجهید؟ البته که خب خود این اختلال و اینکه ریشه از کجا شکل میگیره خب موضوع قابل بحثی است، ولی این نوع از اختلال رو هم ایجاد میکنه در یک شخص کمالگرایی اجتماعی تجویز شده. و حالا حتی برای خودم هم جالب شد که این
احتمالاً به این دلیل هست که خب وقتی مثلا من در صحنه جنگی نبودم، در وضعیت هایی که این اختلال ایجاد میشه نبودم، چطور ممکنه که این اختلال باهاش روبرو بشم؟ الان که دارم بهش فکر میکنم احتمالاً به خاطر اینه که من در تصویر ذهنیم یک وضعیتی رو دارم از دنیای بیرونی برای خودم میسازم که کمتر تنش، یعنی خیلی تنش کمتری نسبت به این شرایط برای من ایجاد نمیکنه. یعنی من احتمالاً با اون تصویر ذهنی که از دنیای بیرونی دارم یک وضعیت بسیار بسیار پرتنشی رو برای خودم ایجاد میکنم که این تنشه عین اون تنش هایی است که من در یک چنین شرایط خاص که بهش اشاره کردم انگار انقدر شبیه به اونه و نزدیک به اونه که من رو دچار یک چنین اختلالی هم خواهد کرد. دوستان متاسفانه ویدیوم قطع شد به دلیل که اصلا حواسم به تایمر به زمان ویدیوم نبود. ویدیو قطع شد و مجبور شدم ادامه رو از اینجا دوباره ضبط کنم. دوستان در مورد اختلال استرس پس از آسیب من سعی میکنم که در جلسه بعدی بیشتر در موردش مطالعه کنم و ببینم که چرا در این مورد خاص، حالا من نگاه و نظر خودم و فکرم رو در این لحظه گفتم، ببینم که چرا در این مورد خاص احتمال اینکه این پیامد رو برای یک شخص کمالگرا ایجاد کنه، کمالگرایی تجویز شده، اجتماعی تجویز شده، چرا بالا هست، چرا این اختلال رو هم ایجاد میکنه، چون برای خودم هم سوال شد. پس دوستان اینجا عملا ویدئوی ما برای کمالگرایی اجتماعی تجویز شده به پایان میرسه، ولی یک چند نمونه کمالگرایی دیگه هم روانشناسان مطرح کردن، یعنی عنوان بندی کردن که حالا من فقط عنواناشون رو میگم در ویدیو، چون دیگه این ویدیو طولانی میشه. تو ویدیوی بعد به اینها هم کوتاه میپردازیم و بعد به ریشه های انواع کمالگرایی میپردازیم. حالا یک اشاره فقط عنوانها رو من میگم. انواع دیگر کمالگرایی، یکی کمالگرایی سازگار در برابر ناسازگار هست، یکی کمالگرایی پنهان هست، یکی کمالگرایی اخلاقی هست، یکی کمالگرایی بدنی هست و یکی کمالگرایی سازمانی. به این 1 2 3 و 4 و 5 به این 5 مورد هم کوتاه در جلسه بعدی خواهیم پرداخت، شاید هم البته کوتاه نشه، و دیگه به ریشه ها، به بخش ریشه های کمالگرایی خواهیم پرداخت. تا الان، تا به این لحظه ما 3 نوع کمالگرایی رو شناسایی کردیم: کمالگرایی خودمحور، دیگر محور و اجتماعی تجویز شده. جلسه بعدی رو هم اون چند نمونه‌ای که الان خدمتون گفتم رو یک نگاهی بهش خواهیم داشت و به ریشه های انواع کمالگرایی میپردازیم و بعد از پیگیری اون ریشه ها و شناخت نسبت به ریشه ها میایم و ببینیم که چه راهکارهایی رو بزرگان عرصه روانپزشکی، روانشناسی و اون انسان‌های به هر حال خردمند و فرزانه‌ای که تونستن در طول تاریخ در این باب به ما کمک کنن، چه پیشنهادی به ما میدن و چطور میتونیم ازش بهره ببریم و خودمون رو به یک نسخه بسیار بسیار بهتر تبدیل کنیم. این تا اینجای کار. پس همینجا براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. قدردان و سپاسگزارم که تا این لحظه با من بودید. لطفاً خواهشی که دارم، اگر ویدیو براتون ارزشمند بوده لایک رو حتما زیر ویدیو داشته باشید، سابسکرایب رو هم لطفاً، و اگر فکر میکنید که این ویدیو برای دیگر دوستانی، دیگر انسانهایی هم مفید هست، با دیگران هم به اشتراک بگذارید. به من کمک بسیار بزرگی میشه و همینطور به دیگر انسانهایی که ممکن هست با این چالش بسیار بزرگ روبرو باشن. بهترین ها رو براتون آرزو دارم و امیدوارم که همچون خورشید در سلامتی کامل، همچون خورشید بدرخشید.
تا برنامه بعدیمون.